ماه مارت سال روان با تشبوس کافدراهای زبان روسی، مناسبت‌های بین‌المللی، اقتصادیات کارخانه‌ها در دانشگاه هفته‌های کافدرا تشکیل و برگزار گردیدند. در جریان هفته با جلب دایره وسیع عالمان و متخصصان ساحه، استادان دانشجویان همایش و چاره‌بینی‌های مختلف تشکیل و راه‌اندازی گردیدند. توجه نمایید به گزارش ما. در دایره هفته کافدرای زبان روسی سلسله درس‌های تربیوی و نمونوی، آزمون خوانشی بهترین و محفل تحت عنوان زبان روسی را بیاموز دایر گردیدند. در محفل دسته‌های 6 فاکولتت از روی 3 نامگوی شرط‌ها، سلامنامه، سوال و جواب و سرود بهترین قوا آزمایی نموده صحنه‌چه‌های جالب و خاطرمان نمایش دادند. در این ماه هفته کافدرای اقتصادی کارخانه‌ها و صاحبکاری با تشکیل و برگزاری میز مدور، سمینار تعلیمی متدی، درس‌های کشاد لکسیونی و چاره‌بینی تربیوی تحت عنوان نوروز سنت نیک نیاگان با اشتراک صدارت فاکولتت جریان گرفت. همچنین در فاکولتت سیاست شناسی و مناسبت‌های بین‌الخلقی هفته کافدرای مناسبت‌های بین‌الخلقی دایر گردید. هدف از برگزاری هفته‌های کافدرا درس‌های کشاد و نمونوی، تطبیق روندهای ثمره‌بخش تعلیم، استفاده راه و اصول‌های فعال آموزشی و نظارت دانش، بلند برداشتن دانش و ملکه دانشجویان، تربیت حسی بلند خودشناسی و خودآگاهی ملی، ارزش‌گذاری به ارزش‌های معنوی و فرهنگی